السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازمتان خواهیش لایک بمونین و کامنتری بنویسین. آیا در شما همین گونه یار و رفیقا وجود داره یا نه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که یاری و دوستی نکه مگر به انسانی که مؤمن باشه. یعنی در گرد و اطراف تو برادران مؤمن باشه، با انسانایی که داد و گریف هم نشینی که او مؤمن حقیقی باشه، نه منافق و مثل بعضی برادران ما و شما. و دوام حدیث یعنی ولا یأکل طعامک الا تقی، یعنی طعام تر اوقات تر نخر مگر مسلمانی اهل بتقوا. یعنی مثلا با خانت ندا میکنی، یعنی فیراد میکنی، طلب میکنی، تکلیف میکنی. بعضی برادران مثال میگیریم منافق و مسلم و مؤمن و اهل تقوا. یعنی منافق بر همه ما و شما معین است کیست و چگونه انسان است. طعام تا میخوره از پشت گپ میکنه، طعام تا میخوره سیر اسرار خانه تا میره در دیگه جا فرش میکنه، طعام تا میخوره عیب جویی میکنه، طعام تا میخوره کیدت میکنه، طعام تا میخوره از ملک و مالت استفاده میبره و بعدا نابود میشه. و مثل بعضی برادران حاجیان ما با بعضی برادرانی هستند، مثل بسیاران الحمدلله برادرانی که منافق هستند، الله هدایت چون کنه، سزاوار هدایت نباشند اگر خدا هدایت چون بده، اگر سزاوار هدایت باشند، اگر سزاوار هدایت نباشند خدا همش جمع گیر کنه و برای دم قبرستان جاشون کنه، الله توفیقشون بده. والله زیق میشیم که بعضی حالات ها میشن این برادرانی که مثل برادر میگن، جان منامیت میگن و بعدا میبینیم که منافق هستن. سبحان الله. یعنی خدا میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق عذاب سخت درکش میکنه که عذاب کافر نمیکنه. منافق دروی باز است. و مخاطر این برادرانی که نماز نمیخوانند، برادرانی که یعنی امانت خیانت میکنن، یعنی قول میگن و در قول عمل نمیکنن، و اون گونه برادران را دور کنن از گرد و اطرافتان، یعنی بی برکت میارن. انسانی که نماز نمیخوانه با اونها داد و گریف نکنین، و انسانی که اهل تقوا نیست و خانتون تکلیفشون نکنین. یعنی ما بسیاری برادران را بگیم به قدر استطاعت باورشون کردیم، بعضی بدبختاشون زمینمون خریدن به قولی که زمین یعنی پولا رو گفتن زمینتون میخریم نابود شدن. بعضی هاشون مثال ماشیناتون رو ریمون میکنیم تا حاضر ماشینمون رو ریمون نکردن، پول به چی میگیرن. خلاصی که مطلب ما چیست که یعنی ما همه خطاگیری کردیم، این برادرها یعنی در خود جلب کردیم، دوست دونستیم، خطا کردیم. یعنی ما مؤمن گفته، مسلمان گفته که بیایندگی در اطرافمون بگیرین، برادرشان بخونیم تو اینکه اصلاح شوند، یعنی یک چیزی که کاری خیر از خود بکنن و عمل کنن و بعدا دیگر مؤمن و مسلمان ها را یعنی یاردم کنن. برعکسید که خود مناکیدت کردن بدبخت ها و چکو کردن، گرفتن برفتن، نه دستی از دستن نه جواب میتن. یعنی چند برادران خیل کردن، خیلی که پیش داخلمون یا زمینه به 10 کس میفروختن. هم خیلی بدبختانه رفتار که استن بعضیاش. از الله طلب میکنیم که خداوند هدایت شون بده. یعنی از همه چیز مهم چیه که هم منافق، یعنی سه خصلت در همون انسان دیدی اون منافق است، با او داد و گرفت کردن لازم نیست. یعنی
پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیت المنافق ثلاثه، یعنی نشونه منافق سه تاست. منافق چگونه ما میشناسیم؟ با سه خصلت: اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. یعنی هر وقت که سخنرانی میکنه دروغ میگه و در سخنرانیش بسیار قسم میخوره، یکی از نشونه های منافقی است. و اذا وعد اخلف، یعنی وعده داد که برادر ما پگاه کارتا بد میکنم، بد نکرد. پل گرفت و که فردا برنگردوند. وعده داد که یعنی مثلا بگیریم که فردا ما نزدیت میام و پول پچی که گرفتم میبیارم. فردا انسان پیدا نمیشه، یعنی تو انتظار هستی. ده سه بار انسان که هم خیلی که رفتار کرد، یعنی به الله بسپارشین قطع بو که السلام علیکم خدا نگهبان باشه، دیگه با او معامله کردن هم درست نیست. و اذا اؤتمن خان، یعنی امانت خیانت میکنه. مثلا در خانه میه با همراهش میشینی، یعنی برادر گفته یک علم دیل تا میخواهید با او برسانی، با همراه روز نیاز میکنی، روز دیل تا میگوی و فردا ایگه پر از دهان دیگه مردم میشنوی، یعنی تو امانت دیگه گفته بدی. یا اینکه مثلا بگیریم همین روچکره به همتی که برادر همین امانت در تو دخانت مونش استفادهش نبر، چیکار میکنی؟ بگم یکی همین نیست شکستگیه. یا اینکه ماشین تمیدش میگو برادر همین امانت من تاجیکستان میرم، اوش میگه که استفادهش بردگی حیش کردگی متارش دهگیه. یعنی بسیار هر چیزی که میتیش او خیانتش کنه، چی قول باشه، چی فعل باشه، چی هر چیزی که باشه، بسیار هر چیزی که اشیاء باشه، چیزایی که یعنی چی پوشنده باشه، چی خورنده باشه، چی چیزایی سوار شونده باشه، چی ولسید باشه، موتورسیکل باشه، ماشین باشه، عربه باشه، هر چیزی که باشه تو امانتش که گذاشتی، وقتی و امانت تو خیانت کرد، او انسان منافق است. با همون خاطر برادرانی که یعنی خطان برادر میشمارین، ما برادرین به خاطر الله برادری میکنین، رو تانسیه نکنین، روی شد بیان که برادر ما همین مومنت یعنی استفاده بردنیم و بعدا کیدت کنی رفتنیم، یعنی ما از جمله شخصیت های منافق هستیم. ما منافق بگین من بعد و مسلمان ما نگین، خطانه یعنی ظاهرا آشکار کنین تا اینکه مردم با همراهتون دیگه خیلی معامله کنن. بارکه از منافق ها بسیار مانده شدگیم، از هم خاطر گفتم که همین ویدیو کنم تا اینکه منافق ها را بشناسین و با همراه اونها یعنی داده گریف نکنین تا اینکه روز به روز او ضررش در جامعه زیاد میرسانه. یعنی مؤمن خوب به مثل عطر فروش است و منافق بدبخت صفت به مثل آدم سوارکچی، و مثل خانه سوارکه میکنن، پستایان حره میکنن، هم چیزایی که با آهان پاره میکنن، مثل انا ما پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه. یعنی مؤمن خوب با همراهش کشیشتی یک گپ خوبت میگه یا که یک نصیحتت میکنه، یک چیز خوب میگیری، مثل عطر، خانه عطر است که یعنی عطر خرید را آمدی، یا که همون عطر فروش یک دوخی به درکت میکنه، یا که اد دوخی میشه به در تنت، یا اینکه چی میگه یعنی از همونجا که درامش از همون خانه عطر فروش یعنی حلاوت میبری که یعنی بو میکشی، بوی بهترینه. و بدبختی منافق یعنی با همراه گوششتی یا که فاندد میکنه یا قول دروغت میگه، یا اینکه چی یا گونچسته میگیره یا میدزده نعوذ بالله. و مثل خانه سوارکچی، یعنی خانه سوارکچی در آمدی چی خیلی میشه؟ آدم سوارکچی کنه نمیگم، یعنی خانه را مثال میگیریم که پیغمبر خدا میگه در آمدی در اونجا یکمش بوش میزند، یا اینکه پارچه سوارکه میزنه در تنت، یا اینکه یکون جوتا سوارکه میپره میسوزونه میدرانه.
یعنی ببینین عکسی یعنی دوخیره. در اونجا بوی خوب میگیری، در اینجا بوی بد میگیری، بوی ای خانه بوی بد، بوی دود، بوی سوختگی